جدا راه درست کدومه؟ به بچه ها یاد بدیم که وقتی کسی اونا رو زد اونا هم بزنن، یا اینکه هیچ عکس العملی نشون ندن، یا یه راهکار دیگه. سلام، مهسا شیر محمدی هستم، روانشناس و درمانگر کودک و نوجوان، و امروز قراره که به یکی از مسائل خیلی متداول در دوران کودکی بچه ها صحبت بکنیم. گاهی اوقات پیش میاد بچه های ما در معرض قلدری قرار میگیرن، حالا یا مثلا کتک میخورن از یه دوستی، یه همسالی، و یا اینکه مثلا مورد در مقابل حرفای بد قرار میگیرن، کسی بهشون فحش میده و ما معمولا میمونیم که چی به بچه ها یاد بدیم. در واقع میدونین گفتگو سر همون 4 تا برخورد اصلی هستش: برخورد منفعلانه، پرخاشگرانه، منفعل پرخاشگرانه و برخورد جرأتمند. خب که ما باید در نهایت به بچه همون یاد بدیم تو شرایط های مهم به صورت جرأتمند برخورد بکنن. رفتار پرخاشگرانه یعنی اینکه منم بزنم. بسیار خوب، این چه بدی داره؟ اولا که این به یک رفتار تبدیل میشه و بچه من فکر میکنه که هر جایی که مقابل برخورد یک قلدری قرار گرفت باید پرخاشگری بکنه. برخورد پرخاشگرانه خیلی معایب زیادی داره. خیلی وقتها شما دیدین توی یه کلاسی یه بچه که یه بار 2 بار دعوا کرده، پرخاشگری کرده، همیشه به قول معروف میگیم اسمش بد در رفته، همیشه مورد خطاب قرار میگیره. یعنی یه وقتایی بچه‌ها وقتی باهاشون صحبت میکنن میگم چرا تو مثلا دعوا کردی؟ میخواستم حقمو بگیرم. فکر میکنن که دارن با این کار حقشون رو میگیرن، اما واقعیت اینه که رفتار پرخاشگرانه خیلی اوقات باعث میشه که ما اتفاقا مورد ظلم واقع بشیم، یعنی حقمون رو نتونیم بگیریم، ما فقط صدامون شنیده بشه، حرفامون شنیده نشه. برخورد منفعلانه یعنی چی؟ یعنی اگه منو یکی زد وایسم نگاه کنم، رامو بکشم برم، توجهی نکنم، بگم که من باید گذشت بکنم. اینم 100% غلطه. توی همچین شرایط‌هایی بچه‌هایی که نمیتونن از خودشون دفاع بکنن و منفعلانه رفتار میکنن طعمه دفعات زیادی برای اون فرد قلدر قرار میگیره. یعنی اون آدم قلدره میفهمه، اون بچه میفهمه که این بلد نیست از خودش دفاع بکنه، این طعمه خوبیه برای اینکه ما بتونیم باهاش دعوا کنیم، بهش فحش بدیم، اذیتش بکنیم. منفعل پرخاشگرانه یعنی که مثلا من برم زیراب بزنم، من مثلا حرصمو به صورت مستقیم نتونم خالی بکنم و برم مثلا یه کار به قول معروف غیر مستقیم بکنم، بشینم نگاه کنم ببینم این چه کارایی میکنه، برم مثلا گزارششو به ناظم بدم، به مدیر بدم، به معلم بدم. یعنی یه جور برخورد بسیار بسیار غیر جرأتمنده و این اصلا رفتار صحیح و سلامتی نیستش. شما فکر کنید مثلا این رفتار توی بچه شما شکل بگیره، بعد مثلا تو بزرگسالی این شکلی میشه که توی یه محیط کار داره کار انجام میده، شاغله، بعد یاد گرفته وقتی مثلا یه نفر مورد توجه مدیره یا یه نفر پاداش میگیره، برای اینکه حرصشو خالی بکنه میره مثلا زیرا به اونو میزنه، براش پاپوش درست میکنه. پس اینها هیچ کدوم درست نیست، مخصوصا که تو دوران کودکی این قابلیت وجود داره که اینها به رفتار غالب بچه شما تبدیل بشه. بسیار خوب، یعنی انقدر اینو تمرین میکنه در بزرگسالی این میشه رفتار غالبش. حالا ما باید به بچه ها یاد بدیم در مقابل این مدل قلدری ها به صورت جرأتمند برخورد بکنن. خب اول بریم سراغ این که وقتی کتک کاری اتفاق میفته. اگه کتک کاری اتفاق میفته و مثلا در حدیه که بچه شما یه بار مورد یه مثلا کتک، یه مثلا مشتی بهش زدن، یه سیلی بهش زدن، مشخصا باید به بچه‌تون اینو یاد بدین که بعد دست اون آدمو بگیره و اون آدمو متوقفش بکنه و بهش بگه حق نداری با من دعوا کنی، حق نداری به من دست بزنی، حق نداری منو کتک بزنی و من این رفتار رو گزارش میدم به یه بزرگتر، حالا مدیر، ناظم، پدر، مادر، به یه نفر از اون افراد امن زندگیش باید اینو گزارش بده. اما اگر چیزیه که نداره تکرار میشه، یعنی اصلا یکی از قوانین مقابله با قلدری اینه که اون قلدری که داره اتفاق میفته چقدر آزاردهنده است، چقدر تکرار شونده است، آیا خودم از پسش برمیام یا نه. اگه مثلا بچه شما با یه نفر در ارتباطه که یه بار باهاش دعوا کرده به صورت فیزیکی، بعد این بچه شما دستشو گرفته و متوقفش کرده، اما دوباره داره تکرار میشه، این حتما باید از طرف شمای بزرگتر بهش رسیدگی بشه. پس اینو باید بهش یاد بدین که این موضوع حتی اگر که در حد مثلا یه تهدید کردن هم باشه که خیلی مثلا قلدری خفیف‌تر، اگر تکرار شونده است و اگر تو خیلی ناراحت میکنه، حتما باید
ما پیگیریش بکنیم. پس شما باید به بچه‌تون، یعنی بچه‌تون رو از نظر فیزیکی فرقی نمی‌کنه دختر باشه یا پسر، انقدری آماده باشه که اگر از نظر فیزیکی مورد قلدری قرار گرفت بتونه از خودش دفاع کنه. اما چه دفاع کردنی؟ دفاع کردنی که آگاهانه باشه. مثلا همین هل دادن میتونه خیلی وقتا خطرناک باشه. اینکه من ندونم اون بچه رو دارم کجا هل میدم، پشتش خالی باشه، پشتش چیزی باشه، یا اینکه هلی که من میدم خیلی قوی باشه، اون فشار خب میتونه خطرناک باشه. ما باید بهش یاد بدیم از نظر فیزیکی بتونه خودش رو از مخمسه نجات بده، نه اینکه اون هم شروع بکنه دعوای بیشتر. خودش رو نجات بده و سریع به اولین منبع امنی که میتونه اون رو گزارش بده. در مورد فحش دادن هم تقریبا شرایط همینه. یعنی باید به اون بچه بگه تو حرف زشت میزنی، اول اینکه حق نداری به من این حرفا رو بگی، بعدش هم تا وقتی که این حرفا رو میزنی من اصلا با تو دیگه ارتباط نمیگیرم، و اون محیط رو سریع ترک بکنه. باید نسه باهاش کلکل کنه، باهاش بحث بکنه، بگه مثلا نمیخوام حرفاتو بشنوم و ازش دوری کنه. مجددا اگر تکرار شونده است باید که اونو گزارشش بده و بهش یاد بدیم که تو وقتی یه کسی داره به تو اینطوری بی احترامی میکنه باید ارتباط باهاش رو حداقل برای یه دوره محدود بکنی یا متوقف بکنی که اون بفهمه که تو از این رفتارش ناراحت شدی. بسیار خوب. خیلی وقتا هم توصیه میشه که به بچه‌ها یاد بدیم که پاسخ‌های هوشمندانه یاد بگیرن. مثلا اگه یکی برگشته بهش بگه چقدر زشتی، یا حالا حرفای بدتر که بچه‌ها به هم دیگه میگن، من از رفت و قیافت بدم میاد و اینا، مثلا در مقابل این میتونه بگه که ببین همه قرار نیستش خوش سلیقه باشن، مشخصا تو نمیتونی، من نمیتونم سلیقه تو باشم. این خیلی بهتر از اینه که مثلا بچه شما هم شروع بکنه با اون همون حرفو زدن، من زشتم، تو که فلانی، تو که بدتری. پس یکی این که اونو متوقفش بکنه، ازش فاصله بگیره، برای دوره رابطه رو باهاش محدود کنه، شاید هم برای همیشه. و اینکه خیلی وقتا بهشون باید یاد بدیم، این با تکرار و تمرین اتفاق میفته، پاسخ هوشمندانه دادن. در مورد دفاع بدنی از خودش هم بچه‌ها خب لازمه که این مهارت رو یاد بگیرن. حالا خیلی وقتا شما تو خونه میتونید بهشون یاد بدین، گاهی اوقات بچه‌ها رو میفرستین کلاسایی که دفاع شخصی یاد بگیرن، بلد باشن از خودشون، یعنی باید یه مقدار از نظر بدنی اولا قوی باشه، بتونه این کار رو از نظر بدنی اجرا بکنه، و دوما باید شهامت و جسارت اون رفتار رو داشته باشه. چطور میتونه این کارو بکنه؟ اونم مجددا توی خونه باید تکرار و تمرین، با هم دیگه پانتومیم بازی کنیم، نقش بازی بکنیم که اون شهامتش رو پیدا بکنه. امیدوارم که بچه‌ها واقعا توی این شرایط قرار نگیرن، اما واقعیت اینه که یه آرزویی که اتفاق نمیفته. همه بچه‌ها توی دوران بچگیشون یا حتی حالا نوجوانیشون توی روابطشون با دوستان تو همچین شرایطی قرار میگیرن، ولی خب خیلی خوبه که ما بتونیم اونها رو مجهز بکنیم. امیدوارم که شما بتونید توی این امر موفق باشین و بچه‌ها رو به این مهم مجهز بکنید.